توی این پادکست میخوام راجع به این صحبت بکنم که چجوری میتونیم در زمان حال زندگی کنیم به صورت دقیق و درستش. ببینید این موضوع خیلی موضوع مهمیه و اینکه خیلی برداشت‌های اشتباهی ازش شده. مثلا یکی از برداشت‌های اشتباهی که خیلی هم اشتباه هستش اینه که فکر میکنن در زمان حال زندگی کردن یعنی اینکه بیخیال باشی، یعنی اینکه برات مهم نباشه اهدافت. خب بعضی حالا مثلا قبولش ندارن و میگن نه بابا اینا، ولی هست، واقعا میگم هست. یعنی ببینید یارو اینجوریه که من شنیدم که باید در زمان حال زندگی کرد. پا میشه چیکار میکنه؟ اون وظیفه‌ای که باید انجام بده رو انجام نمیده و میگه که اسم روش میذاره که من دارم در زمان حال زندگی میکنم. و وقتی که اون وظیفه‌ای که رو باید انجام میداده رو زمانش میرسه که اون رو ارائه بده، میبینه نمیتونه ارائه بده چون اون موقع انجام نداده و اسم توی زمان حال زندگی کردن روش گذاشته. اونجاست که میگه بابا ولش کن، یعنی چی زندگی کردن در زمان حال؟ اصلا این موضوع اشتباهه که مثلا حالا تو مغز خودش اینجوری فکر میکنه دیگه. و اینکه میخوام الان بهتون بگم که این قضیه در زمان حال زندگی کردن یعنی چی. ببینید در زمان حال زندگی کردن یعنی اینکه شما روی یک کاری که میکنید متمرکز باشید. این میشه خلاصه ترین تعریفش. ببینید مثلا اگر دارین شیشه عینکتون حتی ببین دارم تا کجا میرم، خیلی جزئیات ریزو دارم میام، حتی میخوای شیشه عینکتون پاک کنی نرو تو رویاهات، اصلا نمیدونم منظورم رویا اینه که نرو تو فکر، مثلا نرو به چیز دیگه فکر کن، مثلا به این فکر نکن که مثلا الان که عینکم پاک کردم میخوام چیکار کنم، حالا اصلا به این فکر نکن، این اصلا کار درستی نیست. در لحظه زندگی کردن یعنی که تو زمانی که اون عینک تو مثلا داری پاک میکنی به این دقت کن که مثلا چون دستمال داری روی عینکت میکشی. الان شاید موضوع مسخره به نظر بیاد ولی واقعا این تاثیرگذاره. این به شما چی یاد میده؟ به شما یاد میده که رو کارتون تمرکز کنید. این یه شیشه عینک پاک کردنه، ولی اون زمانی که میخوای پاشی مثلا چه بری درس بخونی نمیتونی رو درس تمرکز کنی. چرا؟ چون اون زمانی که مثلا داشتی عینکتو پاک می‌کردی داشتی نمیدونم یه پادکستی گوش می‌دادی، داشتی به یه آهنگی گوش می‌دادی، داشتی یه فیلمی رو هم می‌دیدی همین عینک رو پاک می‌کردی. این موضوع خیلی بدیه توی که بیشتر آدم هست و تو خودم هم هست. من اصلا نمیتونم این سری کارا رو بدون اینکه یک آهنگی پخش باشه، یه فیلمی پخش باشه، یه پادکستی پخش باشه انجام بدم. این بزرگترین ضربه است تو زندگی به خودتون. حالا بزرگترین ولی جزء بزرگترین هست. و اینکه وقتی که تو بلد نیستی چجوری لحظه استفاده کنی یا بلد نیستی که تمرکز کنی خیلی بهت ضربه میزنه. اینو دیگه هممون میدونیم، همه جا داریم میگیم. مثلا یکی از حتی علائم بیماری‌های مثلا چجوری بگم، نمیخوام بگم بیماری روانی، ولی بیماری‌هایی که حالت با روان آدم درگیره اینجوریه که یکی از علائمش همیشه اینه که تو نمیتونی تمرکز کنی و این ریشه در این داره که بلد نیستی در زمان حال زندگی کنی. معمولا دیدیم وقتی راه‌های کنترل استرس رو میگن که حالا اون تنفس درست و نفس‌های عمیق اون خیلی تاثیرگذاره، ولی یک چیز دیگه‌اش میگن مثلا 5 تا چیزی که میتونی رو لمس کن، 5 تا چیزی که میتونی بو کنی و بو کن تو هوا، 5 تا صدایی که میتونی بشنویشون رو بشنو. این چرا؟ به خاطر این تمرینا رو میدن که شما توی زمان حال زندگی کنید، به اطرافتون توجه کنید، نه به چیزای دیگه، نه به چیزای حالا با اون چیزایی که اصلا اون لحظه نباید بهشون فکر کنی، اصلا اهمیتی نداره. خب مثلا تو اتاق نشستی داری فکر می‌کنی که مثلا اون فیلمه چی میشه ادامش، خب و شاید باورتون نشه ولی همین به شما استرس میده، همین کار. خب چون تو زمان حالتون نیستی، چون تو زمان حالتون زندگی کنید. یا دارین میگین مثلا نمیدونم قبلا چیکار کردم، قراره بعدن چیکار کنم، سر یه رفتار کوچیکتون چون تو خیابون همش خودتون رو سرجنش میکنه، یه نشخوار فکری میگیرید. این همین ریشه داره در این که شما نمیتونین در زمان حال زندگی کنید. این خیلی موضوع مهمیه که شما باید راجبش فکر کنید و باید انجامش بدید. حتما راجبش فکر کنید. یعنی ببینید حتی اصلا یه تایمی رو بزنید رو روزتون که تصمیم بگیرید برای خودتون. یعنی چه تصمیم بگیرید برای خودتون؟ یعنی اینکه مثلا من تصمیم میگیرم که سعی کنم در زمان حال زندگی کنم. خب بخاطر میگم فکر کنید. و حالا چیزای دیگه ببینید الان مثلا کسایی که توی خونه تنها زندگی میکنن اینجوریه که تا میان خونه یه آهنگی میبینی داره پلی میشه و دارن آشپزی میکنن. اون آشپزی که مثلا داریم میگیم آشپزی داری میکنی، آقا آهنگ قطع کن، به این توجه کن که چجوری چاقو رو گوجه ها مثلا داری گوجه خورد کنی، چجوری رو گوجه ها قرار میگیره. یعنی که اون زمانی که داری سیب زمینی سرخ کرده رو سرخ میکنی دقت کن به اینکه این سیب زمینی‌ها چجوری مثلا دارن سرخ میشن، چجوری دارن یا حالت حالا مثلا روغن مثلا چجوری داره میجوشه. یعنی فکر کنی که تو زمان حال داره چه اتفاقی میفته. این خیلی موضوع مهمه. خب و سعی کنید اینا رو حس کنید، سعی نکنید به چیزای دیگه فکر کنید. یکی از تمرینایی که بتونید اینو درستش کنید اینه که وقتی میرین توی جایی که مخصوصا اگه مثلا توی خونه تنهایی زندگی میکنید، منظورم خونه مجرد، اگه تو خونه تنها هستین سعی کنید مثلا دارین یه کاری انجام میدید آهنگ تو خونه پلی نباشه، سعی کنید به جای اینکه با چیزهایی که مثلا چیزهای دیگه ارتباط بگیرید با بدن خودتون ارتباط بگیرید.
خب یعنی اینکه مثلا همون که مثلا که زدم الان ادامه‌شو بگم این بود که تو خونه تنها هستین، آهنگ رو نذارین، هیچ کاری نکنین، اصلا هیچ کاری نکنین. خب لازم نیست حتما کاری بکنین، فقط راجع به خودتون فکر کنین. خب راجع به نفساتون، این اصلا یک نوع مدیتیشن، اصلا مدیتیشن که اصلا نگم براتون یکی از قسمت‌های حالا پادکست رو می‌ذاریم برای صحبت کردن راجع به همین قضیه مدیتیشن که یک نوع مدیتیشن حساب میشه، اینکه تو لحظه زندگی کنی. خب اینکه بتونی اتفاقاتی که داره میاد رو نه با دستت، با انرژی، یعنی انرژی که تو بدنت، با انرژی که اون حال و هوا به بدنت تو میده حسش بکنی، از اعماق وجودت بتونی حسش بکنی. این خیلی مسئله مهمیه که متاسفانه هیچ کس که نه، بیشتر مردم ندارنش. و این مسئله مهم که اسمش یعنی گفته شده در زمان حال زندگی کردن و شاید که اسمش گمراه کننده باشه، همون توصیف که اول این قسمت دادم. و خب سعی کنین بیشتر وقت رو با خودتون بگذرونین تا با یک سری ویدیوها یا با یک سری موسیقی ها. سعی کنین خودتون، یعنی توی برای زمان تنهاییتون ارزش قائل باشین و توی زمان تنهاییتون خودتون باشین و اطراف حس کنید با جون بدنتون. نمیگم حالا 2 ساعت بیکار بشینید، ولی این نباشه که کل روزتون توی فضای مجازی یا چیزهای مصنوعی غرق شده باشه. این چیزهای مصنوعی منظورم همین گوش دادن به آهنگه و اینکه داری مقاومت می‌کنی که چه می‌دونم چیزی که درونت مواجه بشی. یه سری آدم اصلا با درون خودشون قهرن، خیلی مشکل بزرگیه که باز هم دوباره میشه گفت این هم توی همین اعتماد به نفس میشه داره. و اینو میخوام بگم که سعی کنید خیلی از این تمرینای تنفسی انجام بدین و این تمرینایی که مثلا میگن 5 تا چیز دست بزنید، لمس کنید توی محیط اطرافتون، 5 چیز بو کنید، 5 تا چیز حالا مثلا بشنوید و کلا چیزهایی که باعث بشن شما حس کنین در زمان حال هستین. اینقدر تو گذشتهتون یا تو آیندهتون نباشین که بگین یا آینده قراره چه کاری انجام بدن یا گذشته چه کاری انجام دادن که خودتون رو سرزنش کنین. این اپیزود همون قسمت تموم شد و احتمالاً کنی مطمئنم احتمالاً که نه، چون اپیزود اول بود سه چیزا رو جا انداختم، استرسش هم تو صحبت کردنم و حتی شاید درست هم صحبت نکردم. اگر که یه سه چیزا رو نگفتم شما حتما بپرسین توی کامنت ها و اینکه اگر مشکلی دارین راجع به این موضوع و هر موضوع دیگه بگین که من راجع بهش یه قسمت بسازم و توضیح بدم راجع بهش. مرسی از اینکه این قسمت رو تا اینجا صبر کردین و دیدین، با اینکه نه حالا کیفیت صدای خوبی بود نه تصویر خوبی بود، فقط یک شاید چیزی بود که شما رو آگاه تر بکنه و همین کامنت ها و لایک ها باعث میشه که من حرفایی بتونم بهتری بزنم با اعتماد به نفس بیشتر و با اطلاعات بیشتر. خدا نگهدار.